در کانال پرویز تیوی ویدیوی لحظه مناقشه سه زن توجک در داخل واگن مترو شهر مسکو پایتخت روسیه نشر شده است. سبب مناقشه زنها معلوم نیست، ولی در این ویدیوی 38 ثانیه‌ای دیده می شود که سه زن با آواز بلند در داخل واگن مترو با هم جنگ و جنجال کرده از گریبان یکدیگر میگیرند. یکی از آنها فرزند خردسال هم دارد که در درون عروبچه از داد و غوغای برخاسته ترسیده به گریه می درآید، ولی زنان چنان سرگرم رزبور هستند که به گریه کودک اهمیتی نمیگن. در عین اوج جنجال زنها عروبچه با کودک در داخل واگن به حرکت در آمده از پیش آنها دور می شود، ولی این زنهای تاجیک هم چنان سرگرم مناقشه خودند که به حرکت در آمدن عروبچه رو هم نمی بینند. یکی از مسافران مترو عروبچه رو از چپ پشوی نگاه داشته همراه کودک به پیش زنان سرگرم جنجال برمیگرداند، ولی طور در ویدیو دیده می شود این زنان باز هم اهمیت نداده به جنجال خود دوام میدهند. بسیاری ها این رفتار مهاجر زنان تاجیک را محکوم کرده نوشتند زنان تاجیک باید در خارج با رفتار نمونوی خود آبروی ملت را بالا بردارند. با چنین جنجال و مناقشه ها در محضر عام آنها آبروی مردم تاجیک را میریزند. چنین از خلاصه اکثر شهرها در زیر این ویدیو هر سال بیش از 1 میلیون از اهالی قابل کار تاجیکستان به جستجوی کار به خارج اساساً به روسیه می روند. در سالهای آخر ده‌ها هزار از زنان تاجیک نیز از پس مردان روی مهاجرت را پیش گرفتند. همین طور هزاران نفر از مهاجران تاجیک زنان و فرزندان و حتی پدر و مادران و دیگر خویش و تبار خود را همراه به روسیه برده ایستادند. بنا به حسابات تقریباً چهارک مهاجران تاجیک را در روسیه زنان تشکیل می دهند.